و خب امروز بنابر گزارش‌ها 1 میلیون نفر در راهپیمایی در حمایت از میرحسین موسوی شرکت کردن. اطلاع رسانی در این مورد چطوری صورت میگیره؟ چطوری انجام میشه با این وضعیتی که وجود داره الان؟ من جمعه هم البته اومدم تو این برنامه و راجع به این قضیه یک مقدار صحبت کردیم، راجع به در واقع اطلاع رسانی و روش‌های جدید اطلاع رسانی و اینکه در واقع تکنولوژی چه تأثیری گذاشته برای اینکه مردم ها بخوان بیشتر اطلاع پیدا کنن از اتفاقاتی که میفته. خب وبلاگ ها در غیاب رسانه‌های آزاد و در غیاب روزنامه‌های آزاد بیشترین نقش رو ایفا کردن و صفحه فیسبوک در ایران می‌بینید که بسیار پرطرفدار هست و طرفداران زیادی داره. خب کاندیداها هر کدومشون صفحات خودشون داشتن. یکی از این صفحات بسیار محبوب صفحه آقای میرحسین موسوی بود که این صفحه نزدیک به الان 50,000 طرفدار داره. مصاحبه ما تونستیم ترتیب بدیم با در واقع ادمینستریتور این صفحه، این کسی که این صفحه رو داره کنترل میکنه که در آلمان هستن، آقای محمد سهلانی. بریم مصاحبه رو گوش کنیم و برگردیم بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. خب سلام، اولا به نام خدا. من محمدم که این صفحه مربوط به آقای جناب موسوی رو توی فیسبوک ادمینستریشنش رو به عهده دارم. این فید خبری میکنیم و به قول معروفش میرسیم و سعی میکنیم خبرهایی که منابع درستی دارن رو تهیه کنیم و اونجا در اختیار حامیان قرار بدیم و بزرگترین صفحه حامیانی که هستیم که توی فیسبوک هست، هم صفحه ایشون هم صفحه حامیان خانم زهرا رهنورد هست. هدف این صفحه چیست؟ بالاخره با توجه به اینکه در بازار آزاد اطلاعات همه جور اطلاعاتی در گردش هست، سعی کردم تمرکز صفحه رو روی اخبار رسمی بذارم. محمد، بحث بر سر این است که اصولا تکنولوژی های جدید در ایران چقدر مورد استفاده نامزدهای انتخاباتی قرار گرفته. اون آمارایی که الان تو خود صفحه قابل دسترسی هست رو خدمتتون اعلام میکنم که الان یه چیز نزدیک به 50,000 تا خود حامیای مستقیم صفحه هستن. طبق محاسبات من حدود هر یک حامی به 40 نفر اطلاعات منتقل میکنه که این خودش خیلی عدد بزرگی است با توجه به اینکه ما فقط داریم در مورد یه دونه صفحه ایشون در فیسبوک صحبت میکنیم. همین این با یک حساب سرانگشتی من دیدم حدود 1 میلیون نفر با 1 الی 2 واسطه در واقع این خبرها رو دریافت میکنن. اخبار ضد و نقیضی در مورد بسته شدن پیامک یا SMS در ایران وجود دارد. دلایل زیادی رو عنوان میکنند. شنیده های شما چیست در این زمینه؟ بله، من هم شنیدم. من در این حد من هم شنیدم. دلیل اصلی که اطلاعات موثقی در دستمون هستش و توی صفحه هم پست شده اینه که اون دعوای اصلی روز خود تحت رأی بود که سیستم پیامکی، اولین سیستم پیامکی که به طور عمده کار افتاد، ارتباط به قول معروف اون مسئولین صیانت آرا با خود ستاد مرکزی بود که میبایست گزارش میکردن از نحوه رأیگیری، از رأیی که شامل شدن، کلا گزارش کاریشون رو میدادن. ارتباط اونا قطع شد با ستاد مرکزی. محمد جان، نگاهی کلی به وضعیت در واقع رسانه ها در ایران نشان میداد که تلویزیون جمهوری اسلامی از پخش بعضی از اخبار خودداری میکند. اینترنت در ایران فیلتر هست و شبکه پیامکی SMS هم قطع هست. مردم چگونه اطلاعات و اخبار رو به همدیگه انتقال میدهند؟ ما مجبوریم از رسانه‌های خرد، از ظرفیت‌های خرد استفاده بکنیم. ظرفیت خردم همین اینه که الان دوست و آشنا و حامی و هر کسی که من دور و برم دارم حداقل الان 50% زمان روزشو، مخصوصا ایرانیایی که خارج از ایران زندگی میکنن، دارن به این اختصاص میدن که فقط از طریق میل بچه‌ها رو تغذیه بکنن با اطلاعات که حالا بخشیش رسمی هست، از سورس‌های ما میاد، سعی میکنیم چکش بکنیم، فیلترش بکنیم، چیزی بکنیم که مطمئن باشیم درسته. یه مقداریش هم از منابع غیر رسمی میاد که خب همون جنگ به قول معروف مسئله اطلاعاتی هست دیگه که چطوری منتقل بشه. الان نقش این رسانه‌های خود خیلی پررنگه. اون بحث هر ایرانی هر ستاد الان تبدیل شده به هر ایرانی یک رسانه و واقعا هم این هست و فقط با تکیه بر این ظرفیت‌های خرده که ما میتونیم اطلاع رسانی به قول معروف افیشنت داشته باشیم برای مردممون. مرسی آرش برای این گزارش. الان محمد داشت در مورد رسانه‌های خرد صحبت می‌کرد. یکم برامون در مورد این به اصطلاح رسانه‌های خرد توضیح بده. ببین، رسانه‌های بزرگ و معظمی وجود دارن در دنیا، مثل تلویزیون صدای آمریکا که در واقع در تمام دنیا پخش میشن، مثل BBC یا شبکه‌های بزرگ دیگه. ما شبکه‌های محلی داریم، روزنامه‌های محلی داریم، اما وقتی از حالت رسمی اینها خارج میشن، مثل پیامک، مثل SMS، مثل صفحه‌های بلاگ‌های اینترنتی
و که حالا آمارشون خیلی زیاد هست، اینها تبدیل به رسانه‌های خرد میشن. مسئله مهم این است که اکنون در قضیه، در این راهپیمایی که انجام شد، این اطلاعات به صورت سینه به سینه منتقل شد بیشتر. یعنی شما ببینید که صفحه های میرحسین موسوی 50,000 طرفدار داره، اما امروز نزدیک به 1 میلیون نفر از این قضیه با اطلاع کامل اومدن و شرکت کردن. خب رسانه های، من تحقیقاتی که خودم انجام دادم در این زمینه، رسانه ما و BBC بیشترین بیننده دارن و بیشتر مردم این رو دنبال میکنن و بعد از این دوتا رسانه بزرگ بلاگ ها هستن و صفحه های فیسبوک هستن. چیزی که مهم است این است که من با محمدم که صحبت کردم، صفحات دیگری هم در فیسبوک هستن که جزو طرفداران آقای میرحسین موسوی هستن، اما این صفحه رسمی است که از طریق ستاد در واقع بهش اخبار داده میشه و به صفحه‌های دیگه هم این سرویس میده، در واقع این اطلاعاتو میده. تمام اطلاعاتی که در مورد راهپیمایی امروز بود، عکسایی که در مورد راهپیمایی امروز بود در این صفحه وجود داشت. توی گزارش هم دیدید عکس اولیش رو که نشون دادیم و الان هم با بچه‌هایی که در ایران هستن در ارتباط کامل هستن. ما امیدواریم که بتونیم این ارتباط تنگ و تنگ رو با دوستانمون حفظ بکنیم در اروپا مخصوصا، که میتونن آزادتر صحبت بکنن و خب شما رو در جریان اطلاعات و اخبار قرار بدیم. بله، ولی در ایران مثل که نمیتونن به فیسبوک دسترسی ندارن و فیلتر شده. بله، یک مسئله دیگه در مورد فیلتر، خیلی سوال خوبی کردید شما. ما فیلتر شکن‌هایی رو در خود سایت VOA داریم. اگر برای ما ایمیل بزنن به pnn@voanews.com یا ankabut@voanews.com، به هر دو تا آدرس وقتی اگر تقاضای آنتی فیلتر کنن ما میتونیم براشون فیلتر بفرستیم، آنتی فیلتر. یک سایت دیگه که من بهتون میتونم معرفی کنم، سایت اولترا ریچ هست که نرم افزاری داره به اسم ultrasurf.com. این نرم افزار 57 کیلوبایت هست، خیلی کوچیکه. یک نرم افزار بسیار کارآمد هست برای فیلتر شکن. بله، بسیار هم عالی. مرسی آرش برای متشکرم. به دنبال برنامه توجه بفرمایید. مرسی.